سلام. در ادامه کلیپ قبلی که راجع به تنگی کانال نخاعی باهاتون صحبت کردم، علائمش رو گفتم، علت هایی که میتونه این مورد رو ایجاد کنه. اگه اون کلیپ رو ندیدین حتما اول اون رو ببینید. و در ادامه میخوام از جمله درمان هایی که برای تنگ کانال نخاعی انجام میشه که گفتیم حالا درمان های دستی است، لیزر درمانی، طب سوزنی و همینا میشه استفاده کرد. از قسمت تمرین درمانیش، اون ورزش هایی که مفیده و میتونید خونه انجام بدید بهتون یاد بدم. حتما با دقت نگاه کنید. اولین ورزش اینه، به شکل تاقباز شما میخوابین، دو تا دست رو از پشت زانوها به همدیگه قلاب میکنید و میکشید داخل شکم تا جایی که این قسمت پشت به یک کششی برسید، یعنی یک کشش حس کنید. اینجا میتونید نگه دارید 5 الی 10 ثانیه، بعد آروم ول کنید و دوباره میکشید داخل شکم تا جایی که میتونید و اون پشت کشش حس کنید. 5 الی 10 ثانیه نگه میدارید و میذارید پایین. افرادی که زانو درد دارن نباید به این شکل انجام بدن، باید دستشون رو از پشت زانو قلاب کنن که زانو دردشون تشدید نشه. تعدادی که باید انجام بدید حداقل 10 تا در هر وعده و میتونید روزانه 3 وعده این رو انجام بدید. ورزش بعدی دوباره به همین شکل، حالا تاقباز است. به این شکل خوابیدین، زانوهاتون هم که 90 درجه است. میتونید دستا روی سینه باشه یا اگر سخت بود میتونید دست هم دراز به صورت صاف و کشیده باشه. کتفا رو، کتف و سر و گردن رو از اون تخت بلند میکنید، آروم برمیگردونید. اونجا هم اگه تونستید یه 5 ثانیه بهتر نگه دارید. اگه تونستید توانش داشته بهتر دست رو سینه باشه، ولی اگه سخت بود میتونه دست داره. این رو هم حداقل 10 الی 20 تا تو هر وعده انجام بدید. روزانه 3 وعده این مورد رو هم انجام بدید. از جمله ورزش سوم که تو حالت تاقباز خدمتتون میگم، برای افرادی که تنگی کانال دارن، همزمان درد به سمت باسن و اینا هم تیر میکشه که تو اکثر مواقع اینجوریه و همزمان درگیری سیاتیک رو هم این افراد دارن. اون موقع یک پا رو دراز میکنید، اون پایی که درد بیشتر هست اول میتونید با اون شروع کنید. پای چپ من الان صاف دراز کردم، میخوام برای پای راستم انجام بدم. به این شکل یک دست پشت زانو، یک دست از ناحیه مچ پا میگیرید، اینا رو به موازات هم میچرخونید در راستای هم که به این شکل هستن. آروم آروم میکشید داخل شکم با هم دیگه تا جایی که در ناحیه باسن شما یه حس کشش رو حتما داشته باشید. به اون کشش متوسط که رسیدید اینجا باید نگه دارید 20 الی 30 ثانیه حداقل باید نگه دارید. تمام شد میتونید پا رو بیارید سر جای خودش، یه استراحت کوتاه داشته باشه و دوباره این رو انجام بدید. دوباره به حس کشش متوسط اونجا متوقف میکنید، حدوداً 20 الی 30 ثانیه. 10 تا پشت سر هم انجام میدید، روزی 3 وعده، صبح و ظهر و شب. این پا هم نباید بلند بشین، باید به این شکل صاف بمونه. ورزش بعدی یه ورزش تقویتیه. ورزش قبلی بیشتر ورزش کششی بود. به این شکل شما 4 دست و پا وای میستید به شکلی که زانوها زیر لگن باشه، 90 درجه باشه، ستون فقرات پشتیتون حالت صاف داشته باشه. منظور از صاف به این شکل نه، در راستای خودش باشه. سر و گردن صاف، دستای ما زیر شونه ما باشه. حالا از این حالت وقتی ستون فقراتمون همشون صاف است، گردن رو هم صاف گرفتیم، یه بار دست راست یه بار دست چپ، حالت موازی میاریم. 1 2 3 4 5 تا 5 شماره میشماریم، میزنیم پایین. حالا نوبت بعدی دوباره 5 شماره میزنیم پایین تا 20 عدد حداقل باید این رو انجام بدین روز 3 وعده. افرادی که زانو درد دارن طبیعتا باید یه جای نرم این رو انجام بدن و اگر خیلی اذیتشون میکرد زانو دردشون، میتونن این ورزش رو حتما فاکتور بگیرن. و اما ورزش پنجم ورزشی هست که در واقع ورزش تقویتی و ثباتی هست، یه ورزش ترکیبی است. البته اگه توپ بزرگ داشتید از این توپ‌های فیتنس که چه بهتر، اگر نداشتید میتونستید 3-4 تا بالش بذارید. به این شکل که
رون و زانوی شما حدود 90 درجه پاشنه ها رو میذارید روی اون توپ یا اون بالشتا. همزمان بین زانوهاتون یه توپ کوچیک میذارید. اگر باز این هم نبود میتونید بین پاتون یه بالش رو بذارید. ورزشمون به این شکل میشه. شما همزمان که پاشنه رو فشار میدید به سمت پایین، اینو نگه میدارید، زانوها رو هم به هم دیگه فشار میدید و همزمان که اینا رو نگه داشتید این فشار رو پشت کمرتون رو به سمت زمین فشار میدید. انگار اون گودی کمر رو فشار میدید به سمت زمین. چند تا نکته‌ای که هست، نباید همه زورتون رو بزنید، 1/3 زورتون کافیه. و نکته دوم، همه اینها باید با هم انجام بشه. و نکته سومی که بهتره حدوداً 7 الی 10 شماره این رو نگه دارید و با صدای بلند بشمارید که نفستون حبس نشه. کیفیت ورزش تو این مورد اگر نفس حبس بشه میاد پایین، بنا به دلایلی که حالا یه سری عضلات دیگه‌ای به کار گرفته میشه. پس به این شکل شما پاشنه رو فشار میدید، حالا زانوها به هم دیگه، حالا قسمت گودی کمر رو فشار میدید رو تخت. با صدای بلند تا 7 میشمارید. اگه تند شمارید خود تا 10 بشمارید. تمام شد ول میکنید. 10 الی 20 عدد حداقل در هر وعده باید این رو انجام بدید، صبح و ظهر و شب. و اینکه این ورزش ها رو باید شما به صورت طولانی مدت، وقتی میگم طولانی مدت یعنی حداقل باید چند ماهی روش کار کنید اگه بخواد صرفا با این ورزش ها برید جلو. و خب اگر بخواد بازدهی درمان بره بالا، میتونید حالا از درمان‌های دستی و لیزر درمانی موارد استفاده، ولی این ورزش‌ها جزو ورزش‌های مهمش است. با توجه به حالا ظرفیتی که اینستاگرام و کلیپ‌ها داره، ما حالا 5 تا ورزش خیلی مهم رو سعی کردیم خدمتتون آماده کنیم. حتما این پیج رو به دوستاتون معرفی کنید. این کلیپ رو هم به افرادی که میشناسه شاید کمردرد دارن، تا خانوادهشون افراد دارن که تنگی کانال نخاعی داره، حتما بفرستید که اونا هم بتونن استفاده کنن. همیشه سلامت و شاد باشید.